ساخت بازی به این آسونی ها هم نیست. باید کلی چیز یاد بگیری، 100 تا مهارت جدید کسب کنی، طراحی هنری رو قورت بدی، برنامه نویسی رو از بر باشی، صداگذاری رو حسابی بچسبی، مکانیکای بازی رو هم مثل ساعت کوک کنی و تازه رقابت سنگین رو هم فراموش نکنی. به نظر من بازی سازی یکی از سخت‌ترین و در عین حال هیجان انگیزترین کارهای دنیاست. توی ویدیوی قبل اگه هنوز ندیدیش حتما برو ببینش. توضیح دادم که چطوری یه بازی مستقل تونست توی بازار بدرخشه و چطوری این مسیر رو تونست برای خودش شیرین بکنه. امروز میخوایم طرف دیگه این سکه رو ببینیم، راه پرپیچ و خم تبدیل ایده به واقعیت. وقتی مشغول توسعه بازی هستین یا حتی نشستین دارین بازی میکنین و یهو یه ایده به ذهنتون میرسه، فکر میکنین که این ایده رو اگه درست بکنیم دیگه میترکونه و بهترین بازی دنیا میشه. خیلی راحته که یه ایده به نظر خیلی خفن به سرت بزنه، ولی وقتی میخوای دست به کار بشی و بسازیش، اونجاست که کم کم مشکلات شروع میشن. مغز ما عادت داره چیزها رو ساده نشون بده. موقع فکر کردن به یه ایده اصلا به پیچیدگی‌های پشت صحنه فکر نمی‌کنیم. مثلا اگه به یه مکانیک جذاب فکر بکنیم، احتمالاً هنوز به گرافیک، صدا یا حتی نحوه فروش بازی فکر نکردیم. کلی بازی با ایده‌های ناب داریم که یا درست پیاده نشدن یا نتونستن به هر دلیلی بازیکن‌ها رو جذب بکنن. تجربه همه چی رو درست میکنه. کم کم یاد میگیری چطوری ایده‌هات رو ارزیابی بکنی و ببینی اصلا شدنیه یا نه. ولی اینم بگم خیلی طول میکشه تا به این نقطه برسی. خود من همین جوری هم. مثلا یه چیزی رو میبینم میگم که کاری نداره، اینو یک هفته‌ای میشینم درستش میکنم. ولی مشکل از اونجای شروع میشه که نرم افزار رو باز میکنی و شروع میکنی به کد نوشتن. تازه میفهمی که تو چه دردسری افتادی. اینکه شما از یه ایده به یه بازی برسین خیلی سخت‌تر از چیزیه که بخواین فکرشو بکنین. من معتقدم این رو میشه توی کمپانی‌های بزرگ بازیسازی مثل یوبیسافت و ای دید. اونا خیلی نوآوری ندارن و هر سال همون بازی سال قبل رو با یه گرافیک یکم بهتر ارائه میدن به بازار. سیاست اونا به این صورته، چرا که نوآوری و خلاقیت خیلی کار سختیه. اینکه شما با یه ایده بیاین و بتونین خوب اجراش بکنین و پلیرها هم اونو دوست داشته باشن واقعا کار ریسکیه. یه چیز دیگه هم هست. الان ابزارهای ساخت بازی خیلی کاربر پسند شدن. مثلا همین یونیتی، آنریل و یا این همه هوش مصنوعی. ولی پشت این سادگی ظاهری یک دنیا پیچیدگی پنهونه. البته موتورهای بازی سازی خیلی از دردسرا رو کم کردن. مثلا دیگه لازم نیست نگران کارت گرافیک بازیکن‌ها یا نوع کنترلرشون باشی. ولی هرچی بازی پیچیده تر میشه، تازه میفهمی موتور بازی هم محدودیت‌های خودشو داره. توی مسیر چیزای دیگه‌ای هم متوجه میشی. مثلا اینکه ساختن بازی فقط برنامه نویسی یک کاراکتر دو بعدی و چیدن چند تا پلتفرم نیست. اولین بازیت شاید همین جوری باشه و اشکالی هم نداره. همینه که عالیه. منم اولین بازیم همین جوری بود. ولی بعد میخوای یه داستان عمیق داشته باشی، یه گرافیک خاص، موسیقی حرفه‌ای، مکانیکای پیچیده. اما پیشرفت توی این مسیر خطی نیست. هرچی بزرگتر فکر کنی به منابع بیشتری هم نیاز داری قطعاً. برای اینکه متر معیار دستتون باشه، GTA 5 رو مثال میزنم که سال 2013 اومد. هزینه توسعهش حدود 137 میلیون دلار بوده بدون حساب مارکتینگش. سایبرپانک هم تقریبا همین بود. 9 سال طول کشید تا ساخته بشه و هزینه‌هاش بین 120 تا 314 میلیون دلار تخمین زده میشه. اما اینا در مقابل ردت هیچی نیست. 8 سال توسعه این بازی طول کشید و هزینه حدود 500 میلیون دلار خرجش شد که نصفش هم برای تبلیغات بوده. خب اینا رو گفتم، ولی نترسین. این کمپانی‌های غول‌پیکر با فروش بازی به راحتی هزینه‌هاشون رو برمیگردونن. مثلا سایبرپانک فقط توی روز اول فروشش کل هزینه توسعه‌اش رو جبران کرد. البته بازیسازای مستقل نباید خودشون رو با اینا مقایسه کنن. اصلا فایده نداره. ولی خوبه که بدونیم پشت پرده بازی‌های معروف چه خبره. باید به این موضوع هم توجه کنید که برای ساخت این بازی‌های عظیم فشار کاری بی‌وقفه لازمه. مثلا سایبرپانک به دلیل همین فشارهای کاری غیر انسانی معروف شد، اما این مسئله در سراسر صنعت بازی رایجه. حتی بزرگترین استودیوها با هزاران کارمند و بودجه‌های میلیاردی باز هم سالها زمان میذارن و تیمای خودشون رو تحت فشار قرار میدن تا بازی رو به موقع منتشر کنن که باز هم نمیتونن. این دقیقاً نشون میده که ساخت بازی چقدر دشواره.
حتی با داشتن این همه منابع باز همین بازی‌ها بدون نقص و باگ نیستن. خیلی‌هاشون تو روز اول انتشارشون خیلی مشکلات فنی داشتن. البته که باید انتظارش هم داشته باشن که به مشکل بخورن، چرا که بازی‌ها جدا از اینکه چقدر بزرگ یا چقدر کوچیکن، نرم افزارهای خیلی پیچیده‌این که نه تنها باید بدون مشکل کار کنن، بلکه باید سرگرم کننده باشن، داستان تعریف کنن و بازیکن رو جذب کنن به بازی. حالا تصور کنید به عنوان یک توسعه دهنده مستقل یا عضو یک تیم کوچیک مجبورید همه کاره باشید. باید برنامه‌نویسی، طراحی هنری، صداگذاری، طراحی مراحل و حتی بازاریابی هم خودتون بلد باشین، یا اینکه هزینه کنین تا دیگران این کارو براتون انجام بدن. اینجاست که پیچیدگی پنهان بازیسازی خودشو نشون میده. شما اصلا نمیدونین چطور باید این همه مهارت رو یک جا جمع بکنین. برای اینکه بفهمیم چقدر پیچیده است، بیاین تو بازیمون یه دونه در اضافه کنیم که ببینیم این در تبدیل به کابوس میشه یا یه در خیلی ساده میتونه باشه. باید به این سوالا جواب بدیم. آیا بازیکن میتونه این درا رو باز کنه یا نه؟ همه درا رو باز میشن یا فقط بعضیاشون؟ چطوری باید درهای مختلف رو فرق بدیم؟ درهایی که باز میشن، درهایی که باز نمیشن. آیا درهایی که باز نمیشن قفلن یا پلیر بره نزدیکشون خودشون باز میشن؟ این لیست که به مشکل درها معروفه تا بی نهایت ادامه داره و در نهایت اشاره کرده که هر کدوم از این سوالا مربوط به کدوم بخش کمپانی های بزرگ. لینک این مطلب توی توضیحات همین قسمته. همونطور که دیدین پیچیدگی های فنی ساخت بازی خیلی زیاده، ولی این پایان ماجرا نیست. راستشو بخواین ساخت بازی خیلی بیشتر از خود بازی سازیه. عجیبه ولی واقعیت داره، مخصوصا برای بازی های مستقل. توی بخش قبلی راجع به پیچیدگی‌های پنهان بازیسازی حرف زدم که به عنوان یک توسعه دهنده مستقل شما باید برنامه‌نویسی بلد باشین، کار هنریتون خوب باشه، حتما بتونین موسیقی تولید بکنین و چیزای دیگه که حتی اگه خودتون این کار رو نکنین باید بتونین با آدمای دیگه همکاری بکنین، بهشون پول بدین و مدیریتشون بکنین که خود این فرآیند خیلی کار عظیمیه. تبریک میگم، تازه کارتون شروع شده. شما از این به بعد یک کارآفرین هستین. باید حسابی مراقب کارتون باشین. هزینه‌های ساخت بازی، پلتفرمایی که میخواین پشتیبانی کنین، بازاریابی و ارتباط با بازیکن‌ها، ساخت تریلر، شرکت در ایونت‌های بازیسازی، معرفی به یوتیوبرها، خیلی زیاده حجم کاری که باید انجام بدین. یه جوری که حتی میشه گفت بازیسازی یه دونه شغل نیستش. از اینجا به بعد شما دارین چند تا شغل رو همزمان با هم پیش میبرین که اگه هر کدوم از این بخشا رو جدی نگیرین، بازی شما توی انبوه بازی‌های دیگه گم میشه و هیچ کس ازش خبردار نمیشه. اینجاست که خیلی از توسعه دهنده‌های مستقل کم میارن، چون یا بلد نیستن چطوری همه چیزو مدیریت بکنن و یا نیروی کافی ندارن. حتی اگر این دوتا رو هم درست انجام بدن، ممکنه اتفاقای جهانی مثل کرونا بتونه بازیشون رو زیر و رو بکنه. ممکنه به نفع بعضیا باشه ولی برای بقیه فاجعه ساز باشه. این چیزایی که گفتم بیشتر برای تیمای تک نفره یا استودیوهای کوچیکه، ولی حتی استادیوهای بزرگ هم درگیر این مسائل میشن. بازی موفق یه ترکیب عالی از هنر، تکنولوژی و مدیریته. وقتی درست از آب در بیاد، بازیکن حس میکنه توی یه دنیای دیگه غرق شده. اما رسیدن به این نقطه هیچ وقت تضمینی نیست. همونطور که قبلا گفتیم، پیچیدگی‌های ساخت بازی بی‌پایانه. باید با سخت افزارهای مختلف سازگار باشه، برای پلتفرم‌های مختلف بهینه‌سازی بشه. توی بازی‌های آنلاین مدام باید با چیترها بجنگی، سرورها رو آپدیت نگهداری و باگ‌ها رو رفع بکنی. حتی برای موفقیت جهانی باید بازی رو به زبان‌های مختلف هم ترجمه بکنی و فرهنگ‌های متفاوت رو در نظر بگیری که خودش یه جنگ تمام عیاره. حالا دیگه متوجه میشین چرا بازی سازی میتونه انقدر سخت و طاقت فرسا باشه. این یه هنر پیچیده است که نیاز به تجربه، زمان، تلاش بیوقفه و سرمایه داره. ممکنه کلی انرژی و عشق تو بازیت بریزی، ولی تو بازار شلوغ امروز اصلا ساده نیست که توجه کسی رو جلب کنی. ببینین، شما تنها نیستین که دارین تلاش میکنین. هزاران بازی دیگه هم دارن برای دیده شدن رقابت میکنن. این رقابت خیلی میتونه سنگین باشه، چون بعضی از اونها با بودجه‌های خیلی زیاد یا تیم‌های خیلی حرفه‌ای میان که بازی بسازن. وقتی از رقابت حرف میزنیم باید یادمون باشه که این زمان بازیکناست که خیلی محدوده. حالا این چه ربطی به رقابت داره؟ خب شما نه تنها با استودیوهای مستقل دیگه، بلکه با غول‌های بزرگ هم دارین برای جلب توجه رقابت میکنین. غول‌های بزرگی مثل کانتر، والورانت، فورزا و هزاران بازی دیگه. بیشتر بازیکن‌ها یه لیست بلند بالا از بازی‌های دست نخورده دارن که هنوز وقت نکردن بهشون رسیدگی بکنن. حالا چرا باید بین این همه بازی معروف و پر زرق و برق وقتشون رو بذارن برای بازی کوچیک و ناشناخته شما؟
شاید بازی شما یه نوآوری جذابی داشته باشه، ولی بازیکن ترجیح میده بره سراغ چیزی که ازش مطمئنه، همون بازی تکراری که بارها امتحانش کرده. مغز ما انسان‌ها ذاتاً از ریسک پرهیز میکنه. همیشه دنبال آسایشه. همیشه چیزای آشنا رو دوست داره. این همون دلیلیه که خیلی‌ها ماها توی بازی‌های قدیمی میچرخن و حاضر نیستن یه شانس به بازی‌های جدید بدن. اما ماجرا همینجا تمام نمیشه. بازی‌های مستقل دقیقاً تو نقطه قوی میشن که غول‌های صنعت بازی ضعف دارن. خلاقیت بی حد و مرز. شما میتونین با یه ایده ساده اما هوشمندانه بازیکن رو شگفت زده کنین و تجربه جدید بهش هدیه بدین که همون تجربه برای موفقیت شما کافی باشه. فقط باید یه کاری بکنین که بازیکن با خودش بگه وای چنین چیزی من ندیده بودم هیچ جا.